ما چیکار کنم که مرا هر کس کامنت هر گپ میگه یک ما چیکار کنم که مرا خداوند رسومای. من میدونم که تو باید چیکار کنی. همان کاری را انجام بده که پروردگارت به تو امر کرده است. ترک خودنمایی کن. از نگاه مردان بیگانه خود را دور نگه دار. گناه بی‌حجابی را رکلام نکن. در نتیجه میبینی که خداوند به تو چگونه زندگی خوشگوارا نصیب میکند. یقین بدان که با این همه گناهان روز خوب را نمیبینی، نه در این دنیا و نه در آخرت. ببین، از همان زمانی که به نمایش برآمدی همین خیل غم و غصه هایت زیاد شده است. نامه اعمالت هم پر از گناه شده است، چون که در محفل های شیطانی اشتراک میکنی. نوارهای به نمایش میگذاری که الله را به غضب میآورد. خداوند در قرآن به تو امر میکند که زیبایی هایت را برای مردم نشان نده، ولی تو زیبایی هایت را برای مردم هم نشان میدهی و هم تعریف میکنی. علاوه بر این در روایت بیهقی آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند بدترین زنان شما کسانی هستند که خود را به نمایش میگذارند. پس وقتی که بی‌حجاب به نمایش میبرایی بدترین زن هستی. وقتی خداوند را نافرمانی میکنی چرا انتظاری؟ قسم به ذات الله که روز قیامت این همه نوارهای بی‌حجابی تو برایت درد سر می شود. خواهرم، تو کاری کن که الله از آن راضی شود، نه پس چی کند. از این کاری تو تنها شیطان و مردان بلهوس چشمچران خوشنود می شوند، ولی پروردگارت ناراض و غضبناک می شود. آیا تو همین را می خواهی؟ فکر آخرتت را کن.